اکنون بینندگان گرامی قدر رسیدیم به بخش حجوی برنامه سیاحی. حاضر ما خیلی مانده شدیم. بله. شاگردان عزیز خیلی مانده شدیم و همراه شاگردان تصمیم گرفتیم که یعنی دادگویی کنیم و کمک هم باشد حزب و شوخی کنیم و خستگیمون یعنی نیست شود. با همون خاطر بهر شما حجنگاران نورس مرکز ایجادی کودکان و نورسان ناحیه رودکی یعنی امیدابها آماده نمودند حاضر باشد منظوری شمایان میگرداند. روز مادر به کودکش میگوید اگر تو گریه کردن را بس نکنی من تو را با یک بچه خوب و گودرا عوض میکنم. بچهش میگوید نه نمیشود. بعد مادرش به غضب میآید و میگوید چی خیلی نمیشده است. میدانید که کودک چی میگوید؟ چی میگوید؟ کودک میگوید که کدام آدمی احمق بچه خوب را با بچه بد عوض میکرده است. آفرین. کنیکو باز کی میداند؟ من تو؟ من. روز دخترک به بازار می رود و وقتی که در راه رفته است از ره یک آینچه را می بیند. آینه را می بردارد و صورت خودش را می بیند و می گوید این آینه شما بوده است. بخشش برداشتم. آینه را در جایش می گذارد و به رهش می رود. آفرین. بهترین. کنیکو باز هست اون کسی دیگه؟ بله هست من. من. یک دونه ملا در خونه نشسته فکر میکرد اگر یک کاسه آش میبرد چه خیلی نغز میشد که در اون لحظه داری همون مردم تق 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 گفته زدن. ملا از خورسندی از طول جگرش پریده خیست دویده رفت در رو هم کشد که پیسری همسه کاسه در دست گفته ایستاده است اکا جان مادرم بیمار است اگر یک کاسه به من آش میدادین چه خیلی نغز میشد. مسافر در خونه اش خواب است. یکی نبرش میآید و میگوید بابا جان شما خوب هستید؟ چی بود نبرای بابا؟ با من 5 سومانی میدادید؟ خوابم بچم خوابم. رعنا به دخترها رقصی بالت رفتنش را نقل میکرد. یک دختر از آن پرسید. چی پرسید؟ رعنا چرا رقصانی بالت با اونو که پا رقص میکنن؟ رعنا گفت آخر تماشابینان را از خواب بیدار نکنن. ما پسند آمد برنامه یعنی دادگویی هم به فکر ما تماشابینان گرامی. اکنون رسیدیم به انتهای برنامه. خیر شاد و فیروز باشید تا برنامه آینده. سلامت باشید.